زندگی من با مرگ دایم تغییر کرد. یه جوون 30 و چند ساله که یه شب خوابید دیگه بیدار نشد. قبلش بهم گفته بود بیا بریم شمال. گفتم باشه بعدا. گفت بیا حداقل پسرتو ببینم. گفتم آره حتما بعدا. گفت داری میای سوغاتی واسم قهوه ساز بگیر. گفتم حالا بذار بیا. باشه بعدا من مراسم خاکشم نرسیدم. خواستم بگم اون لباسی که گذاشتی بعدم بپوشی، یا وسیله‌ای که میخوای بعدن ازش استفاده کنی، یا جمله‌ای که وایسادی بعدن بهش بگی، یا آدمی که میخوای بری بعدن ببینی. بعدنی وجود نداره. بعدن چای سرد میشه، بعدن خیلی دیر میشه، یا آدمو میرن. قدر آدمای مهم و با ارزش زندگیمونو بدونیم. بعدش دیگه فقط حسرتش برامون میمونه. کی میمیری؟ نه من میدونم نه تو. پس چرا همه کارامونو داریم میگیم باشه بعدن، برای بعد، حالا بعدن انجام میدم، حالا از شنبه باشگاه میخوایم بریم، ورزش میخوایم شروع کنیم، سبک غذای سالم میخوایم بریم، تفریح، سفر، پامونو میخوایم بدیم تو آب رودخونه، میگیم باشه بعدن میمیریم. بعدن چایی که برای خودمون ریختیم سرد میشه.